سعادت نورچایeva چند مدت این جانب نزدیکی‌های کسبی دوزندگی را از خود نموده ایستاده است. بعد ختم مکتب میانه او به شوهر برآمد و نتوانست که صاحب کسب شود. وقتی نام برده به فدراسیون روسیه سفر نمود، فهمید که باید صاحب یگان کسب باشد. بعد برگشتن به وطن او پی آموزش شد. اینجا ریاست اگنتی مهنت، مهاجرت و شغل اهالی ناحیه بابوجان غفورов میباشد. وقت‌های آخر اینجا سرادم است، زیرا در وضعیت پاندمی شماره زیادی مهاجران به وطن برگشتند. برای چنین نفران از طرف ریاست کورس‌های کسب آموزی رایگان برآورده شده است که بعد ختم آنها صاحب شهادتنامه می‌گردند که با آن چه در داخل و چه در فدراسیون روسیه و بعضی کشورهای دیگر می‌توانند فعالیت برند. کورس‌های آموزشی رایگان بوده، همچنین به هر نفر در یک ماه 58 سوم ادرارپولی داده می‌شود. ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در ناحیه بابوجان غفورов در حالتی که پاندمی کووید 19 در اوج گرفت، شهروندانی که مهاجران مهنتی که از روسیه به وطن برگشتند ماهای مای ایون با ما بسیارتر مراجعت کردند. اویدی با کار تامین شدند و با کورس‌های کوتاه مدت خواندن صاحب کسب شدند. ما تصمیم گرفتیم که شغل اهالی ناحیه بابوجان غفورов شهروندانی مراجعت کرده رو همشون رو با موافقت طلباتشون و کسب اختصاص‌هایی که اونها می‌خواهند برای خواندن راحت دادیم. برای خواندن کورسی اتومبیل الکتریکی ما با مراجعت کردن یک 15-16 نفر زن‌هایی که اومدن برای آرایشگری موی و دوزندگی برای کورس‌های کوتاه مدت مراجعت کردن، ما اونها رو برای خواندن راحت دادیم. با کار تامین کنی شدنشون قریب 15-16 نفر جوانمردایی که از روسیه اومدن با جای کاری دائمی تامین شدن مراجعت کردن، ما در ردلند جدی سپری سوخت اونها رو با کاری دائمی تامین نمودیم. در این کارگاه بیشتر زن‌های فعالیت می‌برند که از مهاجرت مهنتی برگشتند. آنها برای بازار و فروشگاه‌های محلی لباس‌های کودکان می‌دوزند. ما همه زن‌های خانه‌نشین، زن‌هایی که از مهاجرت مهنتی برگشتند با کار دائمی تامین نموده ایستاده‌ایم. ما با دستگیری شغل اهالی آدم‌ها را، زن‌ها را به کار دائمی تامین کرده ایستاده‌ایم. فرمایش‌هایی که کلینت‌ها ما زکز می‌کنند، فصل بهار، فصل زمستان فرمایش‌ها زیاد می‌شوند. آن وقت ما بسیارتر به کارگران محتاج داریم. با اگنتی مهنت و شغل اهالی بیشتر زمان مراجعت نموده صاحب کار میشوند. مردها باشد کمتر مراجعت میکنند، زیرا آن معاشی که از جانب کارخانه‌ها داده میشود در مقایسه با مبلغی که در مهاجرت دریافت میکردند کم است. ولی نوابسته به آن با تقاضای وضعیت مردها اکثرا راضی میشوند که موقتا کار نمایند. در صورت فراهم آمدن امکانات آنها دوباره به مهاجرت روی میآورند. وقتی که من از مهاجرت برگشتم به وطن، در ناحیه بابوجان غفورov به من توصیه دادن که به همون شغل اهالی مراجعت نمایم. وقتی که من مراجعت کردم، بهت راستگپ مرا خوب قبول کردن و به من کار پیشنهاد نمودن و من از یک چند نمود کار بود اونجا. راستگپ شرکتی من به خطری داشتم قبول کردم. راستگپ همون روز من به شرکت مراجعت کردم. شرکت به خطری سپری سوخت. من طول 5 ماه است که در اینجا من فعالیت میبرم در حیث سردار گروه زود عمل همین شرکت. طبق آمارها تا ماه سپتامبر سال روان رسما در تاجیکستان زیاد از 50,000 نفر همچون بیکار به قید گرفته شدند.